بفرمایین عروس خانم. منو صدا کردین؟ هی دختر، تو امین علی رو فرستاده بودی؟ زود باش تعریف کن ببینم. دنبالش گشتم پیداش نکردم. فکر کنم رفته بود. جدی؟ چقدر راحتی تو. زود برو پیداش کن. ببین منظورش چی بوده، تکلیفمون رو روشن کنه. به حرفش بیار. ببین چی میخواد. من و اون دختر شپشو رو هم اتاق کردن. اتاق جدا میخوام. با قریش خانم حرف بزن. بیناز داری شورشو در میاری. خیلی خوب. کاش یکم بیشتر تو اتاقت میموندی. آخه تازه دیروز عروسی کردی. وایسا ببینم، وایسا. برات اتاق میگیرم، اما نه به خاطر این که ازت میترسم. مثلا بری بگی کی میخواد حرف تو رو باور کنه. قیافتو ببین. برای اینکه بفهمن دختر خان کیه، دجله رو خانوم این عمارت بزرگ بدونن، برات اتاق میگیرم. برو امین علی رو پیدا کن. اگه پرسیدن کجا میری، بگو دجله یه سری وسایل میخواد، دارم میرم عمارت پهلوانی ها. وایسا حالا میرم. ملافه دستشون بود. تعریف کن ببینم دیشب چی شد. تعریف کنم که چشم بزنی؟ آره. من از چشمی ترسم دختر. برو به کارت برس. بدو. بغل مدرسه منتظر باش میام. دیار جون، دلیل این لبخندت کیه؟ هیچی، چیزی نیست. صبح بخیر. صبح بخیر. خدایا خیلی شکرت. 2 عروس خوشگلم کنارم، دختر گلم هم پیشم. دیگه روزای خوب پیش روه. بیا بشین دیگه. مامان جون امروز باید زودتر برم. امتحان داریم، میخوام با دوستام درس بخونم. دارم میرم. خیلی خوب. میری حالا؟ امروز با بقیه روزا خیلی فرق داره. میخوام در کنارتون حسابی لذت ببرم عزیزم. مامان جون نمیخوام خوشحالیتو خراب کنم، اما واقعا باید برم. دیار دیگه داری زبون درازی میکنی. ازت توقع نداشتم. اینطوری نگو مادر جون. مگه داره میره تفریح، میره مدرسه. ما دیگه مثل خواهر میمونیم نه زیلان؟ همتونو دوست دارم. من رفتم. نوش جونتون خانم آقا. سلامت باشی. دست درد نکنه آبجی. چایایی تو همیشه خوشمزه میشه. والا آدم از خوردنش سیر نمیشه. نمیخواد برای من بریزی. کتریو بذار روی میز. تا عروسش اینجاست لازم نکرده کسی کارای مادر رو انجام بده. خودم براش چای میریزم. تا هم برو پایین. صابونتو بخور. نمیشه که گرسنه بمونی. خلیل جون دیگه برام عروس میاری که؟
مادر و پسر تنها بشینیم تو این خونه؟ انشالله مادر. دیشب تو عروسی نوه اسماعیل رو دیدم. ماشالله آدم از دیدنش سیر نمیشه. والا من که خیلی به دلم نشست گفته باشم. مادر اول صبحی اعصابمو خورد نکن. خلیل فکر میکنی من کورم؟ نمیبینم چطور مثل پروانه دور اون دکتره میچرخی؟ اما نمیشه پسرم، نمیشه. قسمت هرچی باشه اما جلوی چشم مردم که نمیشه. بعدن حرف در میارن میگن چیزی هست. حتی اون قریشام همش داشت به شماها نگاه میکرد. مادر نذار دلتو بشکنم. این چه کاریه؟ زشته به خدا. داری کار خیر میکنی. حقش نیست این همه آدم و علاف خودت میکنی. فکر نکنم به این زودی هم بیاد. ببین خبری نیست. والا استاد من خانمان حالیم نمیشه. بیاد بهش میگم. باید بفهمه کارش زشته. الو داریم میایم، نزدیکیم، تا 10 دقیقه دیگه میرسیم. چی شده جلیل؟ گفته بودم خبر بدین، میگن دکتر اومده، منتظر شما خان. بس یکم سریعتر بریم. چه عجب تشریف فرما شده. لیلا یه کمی عصبی شدی اما به خودت مسلط باش. اینا عادت ندارن از زن جوانت حرف بشنون. آخه زشته استاد. از صبح تا حالا اینجایی. مشکل خودش عادت نداره. من حرفمو بخوام بزنم میزنم. شاید یکم ادب یاد بگیره. دخترم یه کمی بشین، آروم باش. اگه انقدر ناراحت شدی اصلا باهاش حرف نزن. نیازی نیست جر و بحث کنی باهاش. حالا خدا میدونه دوباره کی میخواد باهاش رو بره بشین. خوش اومدی خان. متشکرم. خیلی متشکرم. خوش اومدی خان. متشکرم. خوش اومدی خان. خوش اومدی خان. متشکرم. خوش اومدی خان. مبارک باشه. مبارک باشه. خوش اومدی. خیلی معذرت میخوام که دیر کردم. پس شمایی خوبی نیشتم. خوبه متشکرم. نمیخواستم منتظرتون بذارم. اما گذاشتی. ممنون داداش فرید، خدافظ.
صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. میخوای با این لباسا بیا؟ چطور؟ مشکلش چیه؟ خب برای اینکه نفهمن از خونه لباس نیاوردم. نه من که مشکلی ندارم. میخوایم بریم کوه و کمر، گفتم یه موقع راحت نیستی. بیا سوارشو بریم. نه وایسا ببین، تو برو کوچه پشتی، من میام. باشه؟ اینجوری کسی نمیبینه. باشه. منتظرتم. امروز باید میرفتن روستا، بعدن میریم خونه اقوام. امروز واسه دستبوسی میریم خونه مادرت. زنده باشی مادر قریشا. منم میخواستم همینو بهت بگم. میریم دخترم، میریم. منم خودم دختر دارم، میدونم چه حالی داره. مطمئنم تا خود صبح نخوابیده. وقتی تو رو ببینه خیلی خوشحال میشه. شما بریم مادر جون، من مراقب امارت هستم. یه موقع برای تبریک به داداش عمر میان، هیچکی اینجا نیست. اینطوری بهتره من باشم. جهیزیه تو رو کی قراره باز کنیم دجله؟ هر وقت مادر قریشا بگه باز میکنیم. فردا پس فردا باز میکنیم. خب نوش جونتون. من برم دیگه. حالا که شما داریم میرین گردش، من میرم آشپزخونه ببینم شام چی درست کردن. آفرین دخترم، آفرین. مادر قریشا، ها، حالا که تنها شدی میخوام یه چیزی بگم. این بی‌ناز ما هست. ما مثل خواهر میمونیم. خیلی با هم صمیمیم. من بهش اصرار کردم بیاد پیش من. موقعی که خونه ما بود یه اتاق مستقل برای خودش داشت، اما از پایینیا پرسیده، بهش گفتن واسه تو اتاق نداریم. حالا میشه خواهش کنم یه اتاق جدا بهش بدی؟ کوچیکم بود اشکالی نداره. یه کاریش میکنیم، مطمئن باش. پایین یه اتاق اضافه داریم کنار اتاق زیلان و قدیر، اونو بهش میدیم. آی خیلی ممنون. بودو برو دیگه، زود باش، بعدم زود بیا پایین، کلی کار داریم. لیلا خانم دکتر خونه بهداشتن. مبارک باشه. قبل از اینکه شما بیاین همه جا رو گشتیم، همه چی کامل بود، مگه نه لیلا؟ بله. خوشحالم که لیلا خانوم از اینجا خوششون اومده، چون قرار ایشون کار کنن. انشالله که احساس راحتی میکنن. در ضمن اگه چیزی لازم داشت بکت خدا بگه، تامین میکنیم براشون. شما هر کاری از دستتون برمی اومد کردین. من از پس خودم برمیام، نگران نباشید. لیلا دکتر ایدئالیستیه. خیلی خوششانسین که اینجاست. برای من مهم اینه که لیلا خانوم بابت اینجا اومدن خودشونو خوششانس بدونن. اتفاقا استاد گفتن اینجا صمیمیت و صداقت خیلی مهمه. مردم اینجا اینجورین، شما بهتر میدونین. اگه اینجوری باشه خیلی خوششانسم.
میهمانان و حضار محترم، همگی شما خیلی خوش اومدید. تو برای چی میخوای تیراندازی یاد بگیری ها؟ نکنه خیال داری کسی رو بزنی؟ چطور مگه تو میخوای کسی رو بزنی که اسلحه داری؟ نه، اینو فقط واسه مراسم عروسی دارم. بگذاریم خوب شد که، وگرنه چطوری آشنا می شدیم؟ خب چیزه داداشت اینا یادت نمیدن؟ داداش قدیرم میگه بچه جدی نمیگیره. داداش عمرم هم اصلا از این کارا خوشش نمیاد. اما من مثل اونا نیستم. بده. وایسا اینطوری نیست. اینطوری بگیر، محکم بگیرش. درسته. حالا ببین اینجا حواست باشه. اگه میترسی ادامه ندیم. راستش یکم میترسم، اما پا پس نمیکشم. خوبه، گفتم 3 باشه. حاضری؟ وقتی گفتم 3 1 2 3. وای نه نمیخوام، اصلا ولش کن، نمیخوام. خیلی خوبه، تو دختری. مسئله میخوای چیکار تو آخه؟ چه میدونم، کنجکاو شدم. خوبه، اگه کافیه بریم دیگه. باشه بریم. میخوای بریم مدرسه یا بریم یکم بگردیم؟ باشه. خوبه. امیدوارم که به خوشی و سلامتی باشه. خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. خانم دکتر خوش آمدی. صفا آوردین. به روستای ما خوش اومدین خانم دکتر. خانم دکتر خدا شما رو واسه اهالی این روستا نگه داره. انشالله. کار خدا رو ببین دختر، کیک درست کردم. بذار برم بیارم. مادر شوهرت خیلی دوست داره ها. آره خیلی دوست داره. اصلا دوست داشتن چیه؟ عاشقمه، عاشق. مادر من، این مادر و پسر میخوان منو داغون کنن، دارن واسه من تله درست میکنن. دیشب قدیر اومد خونه، یه دعوایی رو انداخت و رفت. دارن یه راهی پیدا میکنن منو دک کنن. دختر داری واسه خودت چی بلغور میکنی؟ درست حسابی تعریف کن ببینم چی شده. آها بازم نتونستی جلوی دهنتو. نه خیرم، به خاطر سفارشای تو هیچی نگفتم. خب تو گفتی بزرگی کن هیچی نگو. اما تا اون دجله از در اومد تو انگار از قبل یادش داده باشن یا وایساد. قریشتام گردن من مادر شوهرش رو در آورد انداخت گردن دجله به همین راحتی. گفت تو هم میدی به عروست. مگه اون ایکبیری گردن داره که میخواد گردن بند بندازه؟
خب دیگه هر چی میخواست به من گفت، طعنه، کنایه. چرا به دجله خوش اومد نمیگی؟ از این چیزا. وای 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 دختر، کاش میگفتی. بهونه دستشون نمیداد. گفتم مامان، گفتم، اما پیش قدیرم چغلی کردم. بازم نتونستم جلو دهنمو بگیرم. کلی به قدیر غر زدم. اونم گفت خانه این امارت شدن برام مهم نیست. اگه دوست نداری خیرت و پرتتو جمع کن برو. اینو گفت و گذاشت رفت. آفرین، آفرین دختر خنگم. تو میونتو با شوهرت قشنگ خراب کن. دقیقاً الان وقتشه. نه مادر اینطوری نگو، اونم حقش بود. صبح داداش عمر منو کشید یه گوشه، گفت من نمیدونستم تو رو دعوت نکردن عروسی، خبر نداشتم، نمیذارم به تو زور بگن. به قدیرم گفتم برو دنبال زنت. بله عمر رو ببین. بله قدیر نیومد دنبال منم به عمر نگفتم، گفتم ممنون، اما فهمیدم یه کاسه زیر نیم کاسه است. قریشم خد منو دک کنه، داره مخ قدیر رو میخوره. زبونم لالینا سر من هوا هم میارن. جانم مادر جان. قدیر ببین چی میگم پسرم. هر کسی رفته یه جایی. اصلی تو برو دنبال دیار از مدرسه بیارش. جلیل قراره بره تشییع جنازه. باشه 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 باشه. دست درد نکنه، به سلامت. تو هم دیگه میتونی بری. من و عروسم هم میریم یه کمی پیاده روی. آره هوام خوبه، یه گپی میزنیم. ممنون خانم آقا. به سلامت. پس باید چیکار کنی؟ باید عاقل‌تر از قریش عمل کنی. دختر من الکی بهت چیزی نمیگم. عاقل باش، جلوی زبونتو بگیر، حواست به کارت باشه. آی مامان اصلا تو به من گوش نمیدی. من دارم میگم این دجله از روز اول قریشا رو داره روی یه انگشتش میچرخونه. چی کار کنم؟ صبح برای خونه‌زادش اتاق خواست. سرکار خانوم باید اتاق جدا داشته باشه. قریشام رفت اتاق بغلی و ما رو داد به اون دختره. یعنی دجله رو ول کن، دختره با ما یکیه، فهمیدی؟ وای وای وای، این دیگه چه خونه زادیه؟ ای بابا یه دختر دهاتیه دیگه. دجله دختر خانه، به راحتی خونه زادش فکر نمیکنه. من مطمئنم یه چیزی هست. معلومه مادر من به فکر اون نیست که داره فیلم بازی میکنه. معلومه. اگه من این همه سال زن خونه زاد بودم میگم یه چیزی هست. حتما تو این کار یه کاسه ای زیر نیم کاسه. چه چیز دیگه ای مامان؟ گیر دادی به این خونه زاده، ولم نمی کنی ها؟ الان اونو ول کن، بگو من با قدیر چی کار کنم. کار دجله گیر اون خونه زاده است. هر کاری میخوای بکنی بکن. حالا میبینی با اون دختره دوست شو، خیلی چیزا دستگیرت میشه. چی میگی؟ مگه میشه؟ زیلان انگار هنوز متوجه نیستی، مثل اینکه نمیخوای بفهمی. یه پاپوش واسه دختره درست کن که حتی دیجلم نتونه ازش حمایت کنه. بعدش تو مرحمت به خرج بده، از دختره طرفداری کن که به تو اعتماد کنه. بقیهش دیگه مثل آب خوردن میمونه. نباشین. سلامت باشی. وای چقدر امروز خسته شدم. برم یه قهوه بخورم. اتاق تو آماده کردیم. فادیک بهت نشون میده. خیلی خوب، پس اول میرم اتاقمو میبینم، بعد میام قهوه‌مو میخورم. خانم آقا اتاق مهمونو بهت داده. آهان، میخواد بگه که بی‌ناز توی این خونه مهمونه. پس همونطوری که از مهمونتون پذیرایی میکنین از منم پذیرایی کنین. مجبورین دیگه. بفرمایید خان.
خانم دکتر بفرمایید. خانم دکتر مبارک باشه. مبارک باشه. متشکرم. لیلا چند روزه که اومده اینجا افتتاح شد، دیدیم خیلی مونده مأموریتش معلوم بشه. با آقای مدیر تصمیم گرفتیم لیلا خانم مدیریت اینجا رو به عهده بگیره. چرا که نه؟ انشالله هرچی زودتر محل مأموریتشون مشخص بشه که لیلا خانم هم برن سر کارشون. انشالله. اما اینجا و اونجا نداره. دکتر همه جا دکتره، مریضم همه جا مریضه. البته عشق به کارم خیلی مهمه. البته مهمترین عشق همینه، باقی حرف اضافه است. بس با این حرفای اضافی وقت خانم دکتر رو نگیریم که ایشون بتونن برگردن سر کارشون، مگه نه؟ متشکرم. باید برم جاهای دیگه هم کار دارم. خوش اومدی. خوش اومدید. خدا نگهدار. موفق باشید. سلامت باشین عمر خان. استاد من اینجا میمونم، منتظر نشین. میل خودته. ماشینم حرف زدم، قرار شد حلش کنم. ممنون بابت همه چی. روز بخیر. عمر کجا میری؟ تو هم بیا یکم با هم حرف بزنیم. باشه. الو سلیم، منم لیلا. لیلا چی شده عزیزم؟ عمر اینجاست. عمر اینجا بود سلیم. چی نفهمیدم. یعنی اومده دنبال تو؟ پس چرا گریه میکنی؟ نه بابا، کلی اینجا بوده، مثل یه نفر دیگه. این روستایی که اومدم خانه بهداشتش مالمونه. خودشو زد به نشناختن. زلین میشه بیای پیشم، تو رو خدا بیا. الان نمیتونم حرف بزنم. باشه عزیزم باشه، فردا مرخصی دارم، امشب راه میافتم. من که سر در نیاوردم چی شده. باشه. خانم دکتر ببخشید. بله. مامانم فشارش افتاده، میتونید معاینش کنید؟ حالش خوب نیست. تشریف بیارین داخل. بیا ننه بیا. برو خاله جان. عمر مواظب باش. عمر یکم آروم. عمر عمر
یواشتر برو. عمر آروم برون، چت شده تو آخه. عمر چی شده؟ لیلا اینجاست. لیلا؟ این لیلای تو دکتر خونه بهداشته؟ حرف نزدین؟ چی میگه؟ آخه دیگه چه حرفی مونده؟ من عروسی کردم، اونم که با یکی دیگه است. بس برای چی پاشده اومده اینجا؟ اونو که خدا میدونه. اما تو کسی که پا شده تا اینجا اومده رو نادیده گرفتی؟ میخوای فرار کنی؟ آخه چی بگم طاهر؟ برم ازش بپرسم چرا منتظرم نموندی؟ چرا به هم اعتماد نکردی؟ دیروزم که بساط عروسی من بود. آخه چی بپرسم ازش؟ بعضی وقتها پرسیدن به اندازه جواب دادن مهمه. من جوابی براش ندارم طاهر. باید منتظر من میموند. من گناهی ندارم، تو که میدونی. من هی دارم میگم دوست داشتن کار قلبه، وصال خواسته نفسه. اون وقت تو چی میگی؟ حالا که بهش نرسیدم چشممو کور میکنم، گوشامم کر میکنم. اگه زورت به دلت میرسه که دیگه خودت میدونی. به هم بگو من کجا اشتباه کردم طاهر؟ تو دوست داشتن لیلا؟ تو مبارزه کردن با سرنوشتم؟ یا عروسی با دجله؟ کدومش اشتباه بود که این بلا سرم اومد؟ اگه از من میپرسی میگم هیچ کدوم. نمیتونی گذشته رو عوض کنی، نه آینده رو بنویسی. داره میگی که فقط حال تو دستته. خیلی خوب باشه. عمر واسه داری چی کار میکنی؟ بپر بالا میریم روستا. عمر زود باشه. خاله جان سرت درد میکنه؟ نه اصلا چیزیش نیست، فقط تو شلوغی سرش گیج رفت. فشارش پایینه، حتما به خاطر خستگی. پس یه کاری کنیم، یه ساعتی رو معلوم کن واسه یه هفته بعد بیا فشارتو بگیرم. باشه من میارمش. به سلامت. اصلا از دکتر رفتن خوشش نمیاد. الانم ترسیده. ترکی متوجه میشه اما نمیتونه حرف بزنه. اشکالی نداره. خیلی ممنون خانم دکتر، واقعا زحمت کشیدین. خیلی ممنون. راستی یه سوال. بفرمایید. کسی که اینجا رو افتتاح کرد خانتون آقا عمر؟ آهان آره، تازه اومده، چند سال تو استانبول بود. خدا رو شکر دیگه بالا سرمونه. دیشبم من برم، الان عصبانی میشه. فردا بازم میام، دستتون درد نکنه. خدای خودت کمکم کن. خدا توامو داشته باش. خانم دکتر، مسئول اینجا من هستم. کت خدا به من سپرده. در رو باز میکنم، میبندم. هرچی خواستین به من بگید. اسمم هم عزیزه. باشه عزیز، خوشبختم. من دارم میرم، کسی هم نیست. من شماره تلفنمو برات مینویسم، چیزی شد به هم زنگ بزن. باشه چشم.
صبح میبینمت. میبینمتون. مینیبوسا کجا وای میسن؟ از اینجا میرید بالا مستقیم جاده اصلی. باشه ممنون. خداحافظ. خواهش میکنم. خانم دکتر بفرمایید. خلیل خان منو فرستاده، گفت منتظر خانم دکتر باشن، اگه وسیله نداشتن تو برسونش. خلیل خان؟ تو از کی اینجا منتظری؟ والا از صبح تا حالا منتظرم خانم دکتر. خان گفت منتظرتون بمونه. باشه حالا که از صبح منتظری بریم. من میرم ماشین رو بیارم. چطوری خانم دکتر؟ خوبم آقا خلیل، خوبم ممنون. اما شما از کجا میدونین من تو کدوم دهم؟ راننده فرستادین، از صبح تا حالا منتظر بوده. اینجا ما از همه چی خبردار میشیم خانم دکتر لیلا. متوجه شدم اما دیگه از این کارا نکنین. یعنی دیگه زحمت نکشین. قبوله؟ مگه میشه آسایش شما باعث زحمت ما بشه خانم دکتر؟ تازه اومدین دست تنهایی، کسی رو اینجا نمیشناسین، سخته واسهتون. بذار همه بدونن پشت شما خلیل پهلوانه. به هر حال دیگه خداحافظ. به مادرتون دجله سلام منو برسونید. سلامت باشین خانم دکتر. هتل میرین خانم دکتر؟ بله میرم هتل. ممنون. خوش اومدید خان. خانم دکتر داخله؟ نه یه 5 دقیقه میشه، همین الان رفتن. از کدوم طرف رفت؟ از این طرف رفتن، با اتوبوس رفتن. باشه متشکرم. جناب خان یه آدم اومد پیششون، اونم سوار ماشینشون شد و هم رفتن. یه مرد؟ بله، انگار خودشون هم خبر نداشتن. خیلی وقت میشد که منتظرشون بودن. کی بود؟ تو میشناسیش؟ والا بگم آره دروغ گفتم، به چشمم آشنا اومد، اما ببخشید خان اصلا یادم نمیاد. کجایی تو مرتی که؟ ساعت چنده؟ کجایی؟ یه کاری نکن هرسم و سر تو خالی کنم و بی ارزه. ببخشید خان، اما یکی رفته رومی. خدا بیامرزتش. بقیه هم از ترس اینکه آژانا بیان جنسا رو ول کردن و رفتن. میگن الانم منتظر دستور خانیم، اما آژانا فرق میکنن، گیر میافتیم. کسی گیر نیافتاده؟ نه خان، فقط همون که رفته رومی. بقیه هستن. مگه تو نگفته این آدم ها اینجا رو مثل کف دستشون میشناسن؟ همه جور وسیله مسیله ای دارن ها؟ را بیاف بجام. خان میخواستم یه چیز دیگه بگم. دیگه چی میخوای بگی رستم؟ دیگه چی میخوای بگی؟ بهت گفتم
اون بیشرفی که عمر رو زده پیدا کنین، نتونستین. کار دادیم، هم جنسا رو به باد دادین، هم کشته دادین. من دشمن دیگه لازم ندارم تا وقتی شماها اینجایین. هرچی میخوای بگی زودتر بگو تا نظرم اون کله کچلتو بشکنم. خانین حسن خدا بیامرز از روستای بوزبیلر هست. مینم توی زمینه که اونا بوده. مگه آدم قطع بود که با آدمای بی‌ناموس عمر دارین کار میکنین؟ ها؟ حرف بزن. داری یه کاری میکنی پشت سر مرده حرف بزنم و گناه کنم. توبه استغفرالله.